سلام علیک. برای عکس خفن دلم واسهتون تنگ شده بود. دوباره برگشتم این دفعه با یه ویدیو تقریبا آموزشی، چون تو این یه سالی که فری استایل کار کردم خب خیلی چیزا فهمیدم که به نظرم کمکتون میکنه، چه از توپی که شما استفاده میکنین، چه از کتونی که میخواین بپوشین. آخر ویدیو هم یه نکته‌ای میگم بهتون که اون کلاً چه تو حالا حرکت‌های هیپ هاپی چه تو فری استایل فوتبال به نظرم خیلی جلوتون میندازه. پس تا آخر ویدیو حتما تماشا کنید و لایک و ساب و زنگوله یادتون نره. برو بریم. یه دونه ویدیو هم به زبان انگلیسی درست کرده بودم، حالا یا اینجا میذارم یا اینجا، برید ببینید. برای اجنبی‌ها درست کرده بودم، خیلی ویو نداشت، خیلی بازخوردی نداشت. گفتم چرا واسه بچه‌های خودمون درست نکنم، این فارسی. خیلی از کسایی هستن که تو همین آب و خاکمون چه بچه‌های خفنی هستن که میخوان فری استایل کار کنن. امیدوارم این ویدیو کمکتون کنه. خب الان 3 مدل توپ اینجا داریم. یکیش سایز 4، دوتاش سایز 5. سایز 4 رو واسه کیا خوبه؟ اگه سنتون پایینه، مثلا هولوش عدد دقیق نمیخوام بگم، ولی بین 10 تا 15 سال واسه شروع سایز 4 خوبه براتون. اینی هم که دست منه توپ پرسیه، باز دوختیش بهتره، دوختی سبکتره، کارش راحت تره. و اینکه اصلا هم لازم نیستش حتما توپ گرون قیمت و خفنی واسه شروع داشته باشید. یه توپ معمولی واسه شروع کار خوبه. اگه بخواید پیشرفته تر کار کنین، حرفه‌ای تر برین جلو، دیگه باید برین سراغ توپ‌های سایز 5. یه سری نکته ها هستش که من بعد مثلا چند ماه، بعد 4-5 ماه فهمیدم. یکی این که حتما به جنس رویه کار دقت کنید. مارکش مهم نیست تا رویش، اینکه سایز اینکه سبک فری استایل کردهتون چی باشه خیلی مهمه. چون خودم شخصا سمت بلاکینگ استایل میرم، یه توپی که جنس رویش خیلی سر نباشه گرفتم. اگه زومم بکنی ممنون میشم. نش میبینید. حالا این مارکشو بذار ببینم چیه. استرایکر. حالا اسپانسر هم نشده ولی داریم اسمشو میگیم دیگه. ببین این توپ هم سبکتره، هم جنس رویش واسه سبک بلاکینگ بهتره، چون یه جورایی میچسبه به پا. این خیلی خوبه. تا الان بعد یه سال من بین همه توپا از این بیشتر راضی بودم، چون توپ رفت. چون توپ رسمی یه ذره سنگین‌تر، یه ذره سنگین‌تره، باید پاهاتون قوی‌تر باشه تا کار کنید با این توپ. خب از توپ که بگذریم، بریم سراغ کتونی. حالا چه کتونی واسه فری استایل بهتره؟ خب برای کتونی 2 تا انتخاب دارین. یا میتونین کتونی فوتسال بگیرین، حالا نایک مرکوریال، آدیداس، هر چیزی، پردیتور. یا یه حالت دوم داره که مثلا شما میخواین اون فشنشو، اون حالت استایلیشو حفظ کنید. 2 مدل کتونی هستش. من خودم ونس رو استفاده کردم، خیلی خوب بودش واسه فری استایل. کوپ ونس مثلا آل استار، اینا واسه فری استایل مناسبه، ولی یه ذره پاتون رو میزنه. دیگه حالا به خودتون برمیگرده، میخواین پاتون راحت باشه یا استایلش رو حفظ کنید. شما 3 تا راه جلوتون دارین، یعنی 3 تا مرحله جلوتون دارین. اولیش اینه که باید یه سری استپ رو یاد بگیریم. فرض کنید هر یه دونه حرکتش یه دونه استپه، یه قدمه، مثل اراوند the world، دور دنیا. هر کدومی که یاد گرفتین، خوب روش تمرین کردین، مسلط شدین بهش، حالا باید حرکت‌ها رو به هم وصل کنید دیگه. که اینم یه آمادگی جسمانی معقولی میخواد، یه قدرتی باید تو پاهاتون باشه، یه انعطاف معقولی باید داشته باشین. اونم تمریناشو براتون میذارم بعدن که میتونین کار کنین هر روز یه روز در میون کنار فری استایل، که باز حالا با گذر زمان هر چقدر بیشتر کار کنین توش بهتر میشین.
سومین نکته هم اینه که چیزی که خیلی به من کمک کرد موزیکه. حتما تو کارتون موزیک گوش بدید. سعی کنید با موزیک قشنگ تیک بخورید، حرکت ها رو اون اجرا کنید. این کارو خیلی بهتر میبره جلو. شما سر کار دارین میرین آهنگ گوش میدین، باشگاه میرین موزیکتون رو گوش میدین، تو ماشین، این هم همونجوریه، دقیقا مثل همونه، یه جورایی مثل زندگیه. و همین دیگه. یه جمع‌بندی بهتون بگم با همون نکته‌ای که گفتم آخر ویدیو براتون میارم. ببینید شما میتونید کلی حرکت، 1000 تا حرکت یاد بگیرید، خب ولی فقط یاد گرفتن حرکت تنهایی خودش هیچ فایده ای نداره. شما هر حرکتی که یاد میگیرین بذارین اسمشو بذاریم فاوندیشن موو. خب هر استپ، هر مرحله، یعنی هر حرکتی که یاد میگیرین و ما میگیم فاوندیشن. حالا واسه اینکه این فاوندیشن خیلی نرم باشه، تو چشم بقیه قشنگ باشه، جذاب باشه، یه سری فاکتورها هستش که حالا هم خودم تجربی، هم یه سری استادات که پیششون یاد گرفتم کمک میکنه به حرکتتون. اولیش چیه؟ فیلینگه. فیلینگ یعنی اون حسی که داری با حرکت به اون مخاطبت منتقل میکنی. تو میتونی با عصبانیت بری تمرین کنی، میتونی با خوشحالی باشه. باز اینم تاثیر میتونه بگیره از شخصیتت، از اون حالت روحی روانی که داری، ولی مطمئن باش این فیلینگ، این حست منتقل میشه به مخاطبت. فاکتور بعدی فشن و استایله. حالا این فشن و استایل چه فرقی با هم دارن و الان میگم. فشن میشه شما اون تیپی که میزنین، لباسی که میپوشین، یه وقت میبینی نصف راهو میره. یه جا میبینی مثلا یه حرکت رو با لگ ورزشی بزنی اصلا قشنگ نمیشه، به چشم نمیاد، ولی همونو با یه شلوار بگی بزنی خیلی حرکت بالاتر و جذابتر میشه. اینم پس حتما تو نظر داشته باشید. کنار اون چیه؟ استایله. استایل میشه من با شما، من با رفیقم فری استایل و مثل هم هیچ وقت قرار نیست بریم. یه جوریه که هر آدمی خاص به نظر میاد، هر شخصی یه سبک استایل فری استایلینگ خودشو داره. حتی میبینید تو یه حرکت ها، این به نظرم اون بخش جذاب فری استایله، خیلی هم میتونه قشنگ باشه. پس دنبال این باشید که سبک خودتون رو پیدا کنید، از بقیه یاد بگیرید ولی سبک خودتون رو داشته باشید، امضای کار خودتون رو همیشه داشته باشید. ببین یه چیزی هستش خودم اسمشو گذاشتم ترانزیشن یا اتصال بین دوتا حرکت. شما 50 تا حرکت یاد گرفتین، اینا رو میخواین پشت سرم بیارین، خب فقط حرکت رو بزنی که هیچ فایده ای نداره، باید روی ریتمی باشه، روی فلوی باشه. میتونی 2 تا حرکت رو پشت سرم بزنی، بعد بینش یه ترانزیشنی بکنی. حالا این اتصاله چیه؟ این ترانزیشنه چیه؟ توپو نگر میداری میپری روی یه قسمتی از بیت مثلا، یا کلا نگر میداری یا استاپ میکنی، فریز میری. خیلی حرکتو میشه زده. شما خلاقیت باید داشته باشین دیگه. و یه چیزی هم هستش که فقط با تمرین و تکرار به دست میاد. هی بزنید، هی امتحان کنید، خراب کنید. بین 2 تا حرکت یه اراندورد داری، یه میچدورد داری، یه دونه مثلا توزانی داری، هی بردار مدل‌های مختلف بینشو تغییر بده، به هم وصلش کن، امتحان کن. سخت که نداره. ولی خب میگم این نکته خیلی ریزه، خیلی هم جزئیه، ولی همین جزئیاته که کارتو قشنگ میکنه دیگه. آخر از همه و مهمتر از همه این که حتما قبلش گرم کنید. گرم کردن باعث میشه نه آسیب ببینید و اینکه حرکتو خیلی بهتر برید، و سرد کردن بعدش هم مهمتره. این 2 تا هم داشته باشید و امیدوارم که بهتون کمک کنه بهترین خودتون باشید. اگه نظری دارین، سوالی دارین، حتما ازم بپرسین. لایک و ساب یادتون نره و دیگه عرضم به حضورتون. من صحبت نکنم درباره این مسخره‌تون بهتره.